سلام، من سامانه جعفری هستم و این برنامه میدان است از تلویزیون معمار. شب 21 فوریه 2026 جنگنده‌های پاکستانی وارد حریم هوایی افغانستان شدند و مناطق در ننگرهار و پکتیکا را بمباران کردند. اسلام آباد میگوید هدف کمپ‌های شبه نظامیان بوده. کابل میگوید قربانیان غیر نظامیان بودند. امشب این رویداد را بررسی می‌کنیم. آنچه می‌دانیم ای است: حملات در ساعات پایانی شب انجام شد. ولسوالی‌های بهسود، خوگیانی و غنیخیل در ننگرهار و ولسوالی برمل در پکتیکا هدف قرار گرفتند. بر اساس آمار منتشر شده سوی مقامات افغان، دست کم 17 غیر نظامی کشته شدند که 11 تن آنها اطفال بودند. گزارش‌های محلی از نابودی کامل یک خانواده 23 نفره در بهسود ننگرهار خبر می‌دهند. وزارت دفاع افغانستان این حملات را نقض آشکار حاکمیت ملی خوانده و وعده پاسخ مناسب داد. اما روایت اسلام آباد متفاوت است. وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی دقیق انجام شده و 7 کمپ متعلق به تحریک طالبان پاکستان و شاخه محلی داعش را هدف قرار داده است. پاکستان میگوید این حملات واکنشی بود به خشونت‌های اخیر. بمبگذاری 6 فوریه در مسجد شیعیان اسلام آباد با 31 کشته، حمله انتحاری 21 فوریه با 2 سرباز کشته و حمله باجبر با 11 سرباز و 1 طفل کشته. عطاالله تارار وزیر اطلاعات پاکستان در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این عملیات برای حفاظت از شهروندان پاکستانی ضروری بوده است. برای درک بهتر این رویداد باید به عقب برگردیم. تنش‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان ریشه طولانی دارد. خط دیورند که در دوره استعمار ترسیم شد، هیچگاه از سوی افغانستان به رسمیت شناخته نشده است. تحریک طالبان پاکستان در سال 2007 شکل گرفت. هدف این گروه سرنگونی دولت پاکستان و برقراری امارت اسلامی است. این گروه مسئول حملات متعددی بوده، از جمله حمله 2014 به مکتب نظامی پیشاور که 150 نفر عمدتاً اطفال را کشت. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 2021، اسلام آباد مدعی است که تحریک طالبان پاکستان پایگاه‌های خود را در افغانستان تقویت کرده. کابل این ادعا را رد می‌کند. در اکتبر 2025 با میانجیگری قطر آتش‌بس میان دو طرف برقرار شد، اما مذاکرات استانبول بدون نتیجه پایان یافت. حملات شب 21 فوریه این آتش‌بس شکننده را عملاً به چالش کشید. واکنش بین‌المللی تا این لحظه محدود بوده است. سازمان ملل ابراز نگرانی کرده اما موضع‌گیری مشخصی نداشته. سازمان‌های حقوق بشری خواستار تحقیق مستقل شدند، اما هیچ اقدام عملی صورت نگرفته. این در حالی است که بر اساس قوانین بین‌المللی حمله به خاک یک کشور مستقل بدون مجوز سازمان ملل یا دعوت آن کشور نقض حاکمیت ملی تلقی می شود. هدف قرار دادن مناطق مسکونی و کشته شدن غیر نظامیان نیز می تواند نقض کنوانسیون‌های ژنو باشد. اما سوالاتی که باقی می ماند: آیا اسلام آباد واقعاً کمپ‌های شبه نظامیان را هدف قرار داده یا هدف فشار سیاسی بر کابل بوده؟ چرا اگر اطلاعات دقیق بوده نتیجه کشته شدن غیر نظامیان است؟ و چرا جامعه جهانی در برابر نقض حاکمیت یک کشور عضو سازمان ملل سکوت کرده؟ این سوالات به پاسخ ماندند. آنچه مسلم است این است که یک بار دیگر غیر نظامیان بهای بازی‌های سیاسی و امنیتی را پرداختند. 11 طفل که شب قبل با آرامش خوابیده بودند صبح بیدار نشدند. یک خانواده 23 نفره دیگر وجود ندارد و تنش‌های منطقه‌ای به جای کاهش افزایش یافته. وزارت دفاع افغانستان وعده پاسخ داده. اسلام آباد میگوید حاضر به مذاکره است، اما از امنیت شهروندانش کوتاه نمی‌آید. و در این میان آتش‌بس اکتبر 2025 عملاً بی‌معنا شده. آینده روابط دو کشور در حاله از ابهام قرار دارد. این گزارش میدان بود درباره حملات شبانه پاکستان و خاک افغانستان. رویدادی که نه فقط یک خبر بلکه نشانه‌ای از بحران عمیق‌تر در روابط دو همسایه است. ما در برنامه‌های آینده این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. سامانه جعفری، تلویزیون معمار.